صحیحین امام ترمذی روایت میکنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه سه دعا مستجاب است پیش پروردگار هیچ شک شبهه‌ای نیست در اجابت شدنش دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد ولده او علی ولده اولش دعای مظلوم شخصی که ظلمش میکنن دوم دعای مسافری که ای خدا میترسه و ای فرمان خدا سرپیچی نمیکنه و نهایت سوم دعای پدر در حق فرزند یا بر ضد فرزند در حق فرزند هم کنه اجابت میشه و بر ضد فرزند هم کنه اجابت میشه مرد اومد گفت یا رسول الله همین پدر و مادر چه حق داره در ذمه فرزند گفت هما جنتو که او نارو این پدر و مادر برای تو یا جنتن یا دوزخ یا کلیدی جنتن در خونه تو بزن که نمیتا دست دراز میکنی جنت پروپسشو میگیری یا که همین کاغذی دوزخ تن که همون اگر هم طریق رنجیدن راست دوزخ میره دیگه هیچ فایده نمیده مثلا بسیار مسئله زیدی ولی هم بزرگوی هم که بجو مرتبه رسیدیم با خدا قسم به خدمت پدر و مادر رسیدیم حتی در همین کاری دنیا هم اگر بگیری همین آدمایی که میبینی در دنیا عزت دارن وظیفه‌های بلند دارن حرمت احترام دارن هیبت دارن همش همون کسایی هستن که خدمت این پدر و مادر رو کردن به این نمیشه بعضی جنایاتی هستن که خدای تعالی با قیامت نمیمونش در همین دنیا حل فصلش میکنه یکیش همین همین مقصد که بر آباءکم تبرکم ابناؤکم رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت پدر و مادر احترام کنه در حقش احسان و نیکی کنه نیکی و احسان از فرزنداتو میبینی اگر در حق پدر و مادر ظلم کردی ای فرزند ده چند صد چند میبینی علاج نداره یک کس نقل کرد گفت همین خوالین ده یک بچه مسافری پدرش قمچین شب کرده استایمه همین ده یک دهایی که هم اگه ده سه اویله داره نداره دویدیم قبیدیم خدا لعنت کنه تای شتش کشیدیم همون مسافر گفت نزنینش بچه مای ای پدری تری بچه نعلت که نخو بچه پدر ایخ چه بزنه گفت من خودم وقت شده پدر ما یک قمچین زدم این ای فرزندم 7-8 قمچین کردی میبینی همه تدین و تدام بگو که او غرور و تکبر او هیچ فایده نمیکنه منم برد گردنک تا کچ که سرک تا خم که چی دشنام حقورت میکنه بکو میکی دعاشا بگی ها ببخشد کی کار بزید تو زمان پدر نبخشه خدا نمیبخشه ریزا ربی فی ریزا الوالد و سخط ربی فی سخطی ریزای خدا در ریزای پدر خشم غضب خدا هم در خشم غضب پدر خدا هدایت میکنه ما همین مسلمان ها همین قدر الله علیه و سلم است این سنت هم سنت قولی است و هم سنت فعلی چرا فعلی زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین کار انجام داده است در سال 3 هجری امام حسن تولد شد حسن سال 3 تولد شد وقتی تولد شد رسول الله صلی الله علیه و سلم در 7 روزگیش ده قشقار خودش گرفته بود ده قشقار اخته کردگی میگه قشقارا را به دست مبارک کشت و گفت یا فاطمه احلقی رأسه فاطمه جان گفت سرش بتروش سر حسنه و توزنی وزن بکش موی سرش وزن بکش و تصدقی بوزنه من وریق با وزن موی سرش نقره صدقه کن بعدا وقتی که گوسپندا کشته شدن سر تراشیدن حضرت علی را گفت که یا علی گفت بچه مرا چینوم کردی حضرت علی پهلوان بود اخی اما میدونیم یا جنگاور پهلوان یعنی هر کس با خودش کومیر داره و هم پهلوان مردم جنگ ازش میدونه برای همین گفت که من حربش نوم کردم یا رسول الله حربش جنگی میشود حرب حضرت گفت نه گفت این حسن این حسن نوم میکنه این هم یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما یک عالم آشکار کرده است اولا کشتن مال با شکرگزاری نعمت پروردگار وقتی خدای تعالی صاحب فرزندت کرد باید که مال بکشی دوم گرفتن موی سر فرزند تا اینکه کودک به درد و به رنج به آلایش به کمال برسد و نهایت سوم گذاشتن نام که پاسپورت هر یک فرزند است
نام که به همون نام میشناسنش یا باعث افتخارش میشوه یا سبب زینت سرپستیش. ببینید برای همین ایرا سنت فعلی پیغمبر گفتن. چرا قولی؟ برای اینکه حضرت صلی الله علیه و سلم به انجام دادن همین کار اکتفا نکرد. مبادا در آینده کسی نگه که خیلی او پیغمبر بود، او خاصی پیغمبر بود، ما در داخل نداره گفته سرپیچی نکنه. حضرت ما و شما را تأکید کرده است کل غلام رهینتون به عقیقته، هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. یعنی همین محفل عقیقه در حیات آینده کودک تأثیر داره. گروگان یعنی زلاجنیک. خشتی اول چون گذاشت معمار راست تا سریا می رود دیوار راست. انا می خشتی اول اکی راست گذاشتی انشالله همون فرزند دیگر راستی خش رو می سوزه. بسیار مهمه در حیات کودک حتی تأثیر داره. بعدا حضرت همون عقیقه را برای ما به همین 3 عباره بیان کرد. حضرت گفت تذبح عنه یوم سابعه و یحلق رأسه و یسمى. عقیقه آن است که در 7 روزگی کودک به خاطر شکرگزاری نعمت الله مال ذبح کرده می شود و موی سر فرزند سترده می شود و برای فرزند نام گذاشته می شود. عقیقه نمیاد. این محفلی از آن گفتن و تحنیک کامش شیرین کردن یا در عقیقه نمیدروید. از آن اگر علاجش باشه همون روزی اولی تولد باید بگویی. اگر در رودم نباشه در خونت باشه همون روزی اول از اون قومت میگویی. تحنیک کامش شیرین کردن هم همون خیلی یکون خرماک همه گیری میخوایی و مقصد همون آوی دهنت خطی که شیرین ایکو کامی کودک شیرین میکنه که براوه. این انشالله هم قوتش میته هم مقصد ژلوتکه در کار میدرویه با سینه مادر خشنو میگیره. هم تبرک است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما عقیقه حد اقلش 7 روزگی است. تا کودک 7 روزه نشوه عقیقه کرده نمیشود. انا در همون 7 روزگی در آثار اومده است، در آثار صحابه های پیغمبر از جمله از مادر ما بی بی عایشه روایت است در 14 روزگی یا در 21 روزگی پدری فرزند یا بابای فرزند ابو صاحب درکش اگر پسرچه باشه 2 گوسپند میکشه یا 2 بز میکشه یا 1 گوسپند یا بز میکشه. اگر دخترک باشه 1 تا و شروع میکنه به محفل عقیقه. مال کشتن مقصد در عقیقه سنت است. در قربانی واجبه، در عقیقه سنت. در اسلام همین 2 محفلی هست که تا خونکنی نمیشود، با خریدن گوش نمیشود. یکیش قربانی که واجب است، دویمش همین عقیقه که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. شاید سوال کنن که سبب چی است که برای بچه 2 تا در کار بوده است. بچه 2 تا نمیشه، سنت نمیشه 2 تا. به خاطر آن که حقیقتا بچه خرسندیش بیشتره. در دنیا اویله مسلمان نیست که ارزوی پسردار شدن در دلش نباشه. همین خیلی است؟ بیچاره زرک 6 دختر کرده است، کمپیر یا غیرت دیگه که یکی همیش بچه میشوه. این تنه خونابود خودم غیرت کنم به زنی دیگه بگیره بیره کم غم بتم. نه یا غیرت که یکی همیش بچه میشوه. نه که اگر همین 2-3 بچه که کرد میگه خیدم بگی بسن اولیشه بسن. و برای فرزند پسر نامی پدر از زنده میداره، کاری پدر دوام میته. و نهایت سبب دیگه‌اش به خاطر آن 2 مال میکشی در بچه که این محفل عقیقه توی ختنه سوری بچه هست. ختنه سنت پیغمبر است اما ختنه سور گفتنی یگون معرکه جداگونه در اسلام اومدگی نیست. ختنه سور در آن عقیقه میدروید. انشالله این عبدالمتین ختنه سور شکدن پگمی برای شوخی در 1 سالگیش میبرش، در 4 سالگیش میبره دیگه توکلش به خدا. میگه محفل ختنش علاقه برگزار شید. دختر ختنه نداره. برای همه در پسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم 2 تا گفته است. ولی زنگ میزنن دوملو اگر نباشه چیکار کنی؟ اگر نباشه یک بچه در دستش تلفنای این کاری از 3 سال پیش بود والله اعلم. تلفنای او همه S5 همه نامدار بود. همون S5 در دستش اینم تری داره. دوملو اینا من ندارم چطوری کنم؟ ندارم چطوری کنم؟ گفتم اون را بر $400 بفروش. $400 به 1000 میرفت. در $100 یا بزرگ بخر بکشو. در $300 دیگه یا تلفن دیگه بگیر. نمیم بری ای روستا. در ماشین کمری سوار
Samsung S5 در دستت ندارم چطوری که ای بای با خدا قسم ای بای این زمانه نیست که بگوی ندارم. حضرت در سال 3 هجری حقیقتا نداشت. سالی ولی ببینیم تاریخ اسلام همین سال 3 سال 4 هجری سال قحطی و گشنگی است. اونم قصه میکنن حضرت در شکمش سنگ میبسته گشنگی را صحابه گشنه بودن. این همین سالا در توغری میآید. اما در حسن هم دو گوسپند کشت. سال 4 هجری حسین تولد شد. در حسین هم دو گوسپند کشت است حضرت. نگفت ندارم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی از خدا میترسه، هر کسی کاری را به خاطر خدا میکنه، خداوند خودش مخرج براش پیدا میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. و روزیش از جای کفایت میکنه که در یگون رسچوت نیست. خدا رحمت کنه امام غزالی را قصه میکنه. میگه یک مرد خدا بچه دار شده است. اگر محفل عقیقش باید برگزار کنه در مصر بوده است. نزد همو رئیس محله شو میروه. رئیس محله هم یک آدمی کار بود کن، آدمی با غیرت بود است. میگه که ندارم. او دهقانا بیچاره نداشتن حقیقتا. همین مخصوصا وقتی که زراعت همه کاریدن تا همو حاصل گرفتن هیچی دیگه نداشتن. اکثرش بیچاره همو تخمی را قرض میکردن. هیچی نداشته است. میایم نزد رئیس که یگون دینار بیو بتیم همین محفل عقیقه بچه ما برگزار کنم سنت پیغمبر. اونم دستش میگیره و کجا یا بوی بچه و تاجر بود است میگردونش خونه به خونه دکان به دکان تا نماز عصر میگردن. همین کمبغل مردم بیچاره پول عشقی نیوخی هیچ که دویریتش هم نمیکنه و بعضی مردم همطوری اندک پوز نیزجیگانی هست. اگر نیوخی خونه آباد اینا بوارش هم نکردی او تو زکات میتی کو همون یا دینار زکات بگو بته بنویسی از جوعک ده وقتی موسمی پرداخت زکات چیت حساب کتاب میکنی او یا دینار ما پیشگی دادگیم همون حساب ده میره وکو نمیتونش قیسه کوتا. نماز عصر دایا مسجد میخونن اگه برگشتم اومده استیان در راه ای پیش قبرستان میگذاشتیم چشمی همین سرکار در قبر یک جوان مرد میرسه. با فلانی میگه خدا رحمت مغفرتت کنه این مرد ای دیار تو بدهی. این بچه هر کسی کورش میگالتید میگرفتم پیش تو میوردم کورش بود میکردی ما خیال میکردم که این مردم هم خیلی جوان مردن. این همی تو عصر گشتیم یک دینار یک برادر مسلمان شون در قرض ندادن. خدا تو را رحمت مغفرت کنه در حقش دعای خیر میکنن و میویند. با خونه دا یک دینار به جایی داشت هستی مردکی خوبه میگیره ای بای مشکنه شو میگه ایش برای خدمت به یه روزی سیاه به یه روزی مبادو رو ایکاکشا بگی مقصد خراجات که وقتی که حاصل تا گرفتی بعد پولی قرضی مرا برمیگردونی. تیلو با شکستن قدرش کم نمیشه. تیلو هم تیلو هست. سنگی بدگوهر اگر کاسه زرین شکند قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. همین کاسه تیلویی را سنگ بشکنرم سنگ یگان گر قیمتش زیاد نمیشه و که او تیلو قیمتش کم نمیشه. شو بعدی خفتن میآید همین مردی سرکار دراز میکشه همین فکر اندیشه در میرود که ای بچه این مردم قرض دیگه در برادر مسلمان شو نمیتن در صورتی که قرض از صدقه دیده ثواب زیادتر داره. اگر صدقه 10 ثواب داشته باشه قرض 18 ثواب داره. این عاقبت کاری مسلمان ها چی میشیده باشه. با همین فکر اندیشه خوابش میبره. همین قریبای صبح در خوابش همون مردک هم میبینه همون مردک مردگی را که در حقش دعا کرده بودن. میگه تو مرا بسیار مستریب کردی. نخو یک جوان مرد نباشه که برادرش یک دینار قرض نته. سحر بعدی بامداد خونه ما برا میگه فرزندام بگو تنور را بکنن در زیر تنور را یه متر دیگه چقدر بکنن در یک افتوای میسی 500 تنگه تیلو بجو کرده بودم با یه روزی سیاه را انا همون را بگیرم بتنم بیچاره. این ای خوب میخیزه همین خوب در سرش نقش بسته است. ای خدا ای برام بگو قبول نکنن غیر خوبی پیغمبر خوبی کسی حجت نمیشه. امکان داره خوب راست باشه امکان داره دروغ باشه. رؤیای صالحه فقط خوبی پیغمبر رو میشه که حقه تمام دیگه جای گپ نداره. این همین بامداد هم میخونه و غزغزش میکنه خیلی ایم کنه چی یا پوفری میگه میشه میخیزن میوین
نزد فرزنداش میگه بچه‌ها همه دین در حق پدرتون دعا کرده، من میشه پدرتون در خواب دیدم. این هم خیلی پیغام کرد. خشم و اختیار داره. ما یگان اولیاء هم نیستیم، مقصد دعوا هم نمیکنیم که خوبی با خوبی درست است. این تنور تو نوالی کرشویا من میگم تری خوب دیدم، خیلی گفتن یا بسنجیم. تنور را کندن حقیقتا یا متر میکنن، همو افتوای میسی میبرویا. محکمش کرده از پیچ اون دستش، همو در دروش 500 سکه طلا. با این مرد سرکار گفت که همو بیچاره درویش او فقیر همه 1 دینار قرض طلب داره، یگون چی طمع نداره. او فرزندو اونم جوان مرده ای شیر بچه میشوه. گفتم پدر ما را سوزه خاکش یا وجب شده است، این مردی داره، مرگی ما زنده ها که غیرت یا مرده را نداشته باشه. پاک پحیل بخشیدیمش همین تبر بده، یک تینش نمیگیریم. میروس یعنی ای کن میربی کار همین برادر ها. میخوای بچه‌ها بچه مرد شون، خودت مردک شون. ای شیر بچه میشوه، ای مور بچه. تاریخ یاد نداره که بزی موده شیر زایده باشه یا ای تکه شیر شده باشه. انمی شیر مرده و شیر زنا شیر بچه را به دنیا میاره. این را میگیره دلاکیش میپیچونه میاره نزدش، همه اویه را زمزمه میکنه و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی از خدا میترسه، هر کسی کاری را به خاطر خدا میخواه انجام بده، البته خدای تعالی براش نمیکنه درآمد پیدا میکنه، رزق روزیش ای جای میرسونه که در یگان حساب و کتاب نیست. این قپولا میبینه بیچاره در عمری سرش ندیده بود که 500 دینار پولی کلان میشود. 20 دینارش به سوم امروزه $10,000. با همین یه مشت میکنه و در پیش همی سرکار میریزه، بگی میگه ای شیری مادرت حلال ای شیطان. میگه اگر در خواب میگفت که یگان تشبگی میگرفتم، نگفت، گفت هم تبربته همون نیم دینار خودم کجا داری، همون قرض خدمت بیاد. این تری مردک بودن که اسلام امروز در تمام دنیا هست، در اندونزیا و مالزیا رفت، در ژاپن هم از چیتا اسلامی هست. الله اکبر. این تری مردک ها بودن اسلام، ضرب شمشیر آتش نبود، تاجرای به غیرت به ناموس دست به خیر مسلمان اسلام بردن به همون کشور. برای آدم باید به غیرت باشه. ای باشه چخیلی میکنم اگه جا میاوم نداشته باشم چخیل میشوه، نداری همون مالا بکش، زن تا بفر خیلش کنه، مایده خوردنش بگی، 1 سال میخریش 2 سال میخریش، شرط نیست تو معرکه کنی. میگی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای مردک شو بکو، پیغمبر تو کرده بدیره، نگفت نداره. خب رکن دوم عقیقه گرفتن موی سر حتما باید گرفته شود. اولا خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرد احلق رأسه، سرش بتراش بود. از همه بهتر تراشیدن است. همین لیز وقتی بتراشیش اگر هم سر تازه و خشنو میشود، هم تمامی همون میکروبای در سر است همه ای سر سترده میشود. برای او گلک برویا بیچاره او ممکن یگان 30-40 تا پاپیت کنه، میآیا برکی میآیا پاکی. میدونه که وقتی هم آودان کافی بچه‌دان هم خلطه او بیرون پری میکروب تا زمان دادوری هم خلطه یگان چی استراحتش نمیکنه. قدرتی پروردگار را ببینه، همین پدنالا دینامی ویچ سپید همین قدر خطرناک های، همین تاثیرش نمیتونه هم مدرویا. اما وقتی که هم آودان که کافی دیگه هم ویروس ها میره ای هر سه هجوم میکنن. ای جمله همون سرای همون گودک پر هر خیل میکروب و ویروس های او باید ششتن توزه نمیشود. اگر تروشیدیش انشالله تمامی همون میکروب و پیکروبا نیست میشوند. اولش. دوم در زیر پوستی سر تورهای عصب قرار دادن. وقتی که توری عصب تحریک شد و از وجدت سشید، بینایی و شنوایی کودک خوب میشود. هم مسافیدا را بید سبحان الله این هیچ کاشکی نداره. بچه‌ها یا شغلی در محفلشو بشید 2-3 تا اچکار کشتگی البته و یا هر هفته سرش نمیتروشن. تروشیدن سر در بینایی تاثیر داره، در شنوایی تاثیر داره برادر عزیز. خصوصا وقتی که طفل در طفلیش سرش نمیتروشن بیناییش خوب میشید است. این حتی علمای اروپا را اگر نبینه تحقیق کردن اثبات کردن بدلی خرد. در صورتی که ما را 1400 سال پیش پیغمبر ما را تاکید کرده.
خب وقتی که موی سر تراشیده شد باید با وزن همون موی سر نقره صدقه شود. ولی مردم ها ترسوندین تیلو گفته تیلو در یگون متن حدیث ناومده است بچه نقره. بعد وزن گودک نه وزن موی سری گودک اعتبار میکنن. این موی سر همین دنیا شود 3-4 گرم میشود این زیاد نمیشود. حقیقتا امروز ترازویی که 3-4 گرم چین کنه کمه مگر هم جای زرگرو بریش. این خوناباد این دلخواه ترازو را بخواه 100 گرم میزنه از جای 3-4 گرم حساب میکنه. برای همین تخمینی انشالله همین 30-40 سوم اگر همین حساب کنی بودی نور علی نور میشود. نقره را مخواه قیمت نیست. تخمین همین حساب میونه 3-4 سومونی بود از 1 گرمش. و نهایت سوم رکن عقیقه برادرای عزیز گذاشتن نام. یک نام خوب زیبا کتابی نامی که باعث افتخار همون کودک باشه. اگر نام تاریخ داشته باشه با نور علی نور و برای وقتی تاریخ نام شد فرزند میدونه بچه‌م به خاطر فلان آدم ترانتری نام کردم فخر میکنه همون نام به افتخار میگیره میگردونه. نام پاسپورت مسلمان است. مسلمان به نامش میشناسن. همین نام باید طرز باشه که بگن نام چیه محمد ان شاء الله. دیگه سوال دین در کار نیست. تو با کدام دینی؟ تو متعلق با کدام دینی؟ باید نباشه. الحمدلله به حد نام خوب و نام زیبا عبدالمتین برای فرزند اهل خاندان گذاشتن. در حدیث اومده است رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن و فی روایت ما تعبد له. محبوب ترین نام ها در نزد پروردگار نام عبدالله نام عبدالرحمن و در یک روایت اومده است که هر نامی که دلالت به بندگی کنه. یعنی که پیش از همین 99 نام زیبای پروردگار اگر این پریفیکس عبد بیاید انشالله نور علی نور. خواه عبدالغفار خواه عبدالستار هر چیزی باشه خواه عبدالمتین کوشش کنه که نام خوب بگذاره فرزند داره. نام بگذاره که آسیه ممکن نیست. نه که آسیه ممکن است حقیقتی ممکن نیست. برای که پیغمبر خدا دختر حضرت عمر آسیه نام داشت عین ساده از ریشه عصیان جنس کی رودی آسیه نام کرده بود است. حضرت گفت انتی جمیله نامی تو جمیله های گفت. فهمیدی؟ نه که اگر آسیه همزه و سین قطعی باشه آسیه توجیه آسیه نمیگه که آسیه میگه. آسیه درسته. آسیه نامی آسیه بنت مزاحم زوجه اسم بلا نکنه زوجه فرعون علیه لعنه است. همون زنی که به حضرت موسی ایمان آورد و موسی را کلون کرده بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که سیده زنهای اهل جنت 4 نفرند. آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه. آسیه اگر حمزه و سین قطعی باشه درسته. بارک الله. ببخشید نه همین گو بچی میشه؟ ها؟ دگوشمانه یا گو بچی؟ میشوه. اید سوله خورد نباشه میشوه. غنجین ای بقای فرمد. آنا کرده باشین ای بعد کم کاری دست رسید بکنی میشه؟ میشوه. مقصد یک امر مستحب میشوه اونه که سنتی دیگه نمیشوه. اینا مثل که فرض کرده اینا نمازی سنتی شما نخونی و در وقتش خفتن شوه. خوندی نفل میشوه که ثوابی نفل میگیریم نه که سنت دیگه وقتش گذشته. اینا همین سنتی وقتیه. دو عید سولا بود. عید سول همین فقط سال قمری حساب میکنن. سال قمری از سالش 354 روزه. همین دو سال قمری خورد نباشه ده مقصد میشه. اگر مثال اینا خدای تعالی 3 پسرت بده همین یک گاو بکشی میشه. یک از چرگونی کرده بود. اما قزوقانی ما چرگونی کرده بود. 3 بچه و یک دختر والله اعلم. هم یک بخچه کشید. میشه همش میشه. خیلی سوال و جواب شده باشه بتید سوال.